اینا رو یادتونه توتیایی بود که هرچی که ما میگفتیم بعد از ما میگفت. خیلی هم میان میگن که بچه من اکو داره. اکو یعنی چی؟ بذارید روشنش کنم. سلام. 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 خوبی؟ خوبی؟ خب این یعنی اکو. بچه من فقط تکرار میکنه، هرچی که من میگم رو تکرار میکنه. حالا اکو یعنی چی؟ اکو به طور خلاصه یعنی تقلید کلام. یعنی وقتی بچه من شناخت نداره، مفاهیم نداره، دچار اکو میشه. یعنی حتی اگر گفتارم به دست بیاره، گفتار یه تعریفی برای خودش داره. یعنی اینکه من میگم، شما هم میگید، ما با هم یه تبادل اطلاعات میکنیم، تو پیام بعدی تغییری تو اون گفتارمون ایجاد میکنیم، تغییری تو اون تبادل اطلاعاتمون ایجاد میکنیم. یه چیزی به من اضافه میشه، یه چیزی به شما هم اضافه میشه. ولی وقتی بچه اکو داره، تکرار فقط میکنه. خیلی وقتا والدین میان میگن که بچه من همه چی رو بلده. مثلا میگم که چجوری، میگن که اون سوال رو که مطرح میکنن جواب رو میذارن قسمت آخر. تو بچه خوبی هستی، اونم میگه خوبی هستی، میگه دیدی گفت خوبی. فهمید که من مثلا گفتم تو بچه خوبی هستی، اونم گفته خوبی. یا مثلا میگیم که کوه بزرگه یا کوچیک. حالا بالعکسش، کوه کوچیکه یا بزرگ، میگه کوه. آسمون قرمز یا آبی، میگه آبی. میگه دیدی بچه من هم شناخت داره، هم میتونه جوابا رو تجزیه تحلیل کنه. به واقع این نیست. یعنی اکو یه مرحله تقلید کلامی، با ارزش یا بی ارزش. برای من درمانگر با ارزشه، چون اینو میتونم به گفتار برسونم. ولی اگر همین بچه با همین ویژگی بره سنجش، هرچی که اون تستر بپرسه و همون رو با اکو جواب بده، اصلا تو سنجش موفق نمیشه. پس اکو یک ویژه فقط طیف اوتیسم نیست. هر بچه‌ای که هیچ مفاهیمی نداشته باشه و اگر به گفتار دست پیدا بکنه، گفتاری که جنبه حالا تقلیدی و توتیوار داره، اکو خواهد داشت. دومیش اینه که ارزش گفتاری داره یا نداره. نه، نداره. میشه تبدیل به گفتارش کرد یا نه؟ بله میشه تبدیل به گفتار کرد، ولی این بازی درمانگر مجرب میخواد، اینکه یه پلن دقیق داشته باشه.